دعای دو گروهی از مسلمان ها رو پروردگار دعایشون رو قبول نمیکنه. دیگه دعای همه قبول است. 70 ساله 80 ساله گناه دارید، همین شبی غنیمت بدونید همین شب رو صدقاً اگر دعا کردید پروردگار تمام گناهات رو میبخشد، مادامی که حقی کسی نباشد، حقی خودش باشد میبخشد تمام. پروردگار میامرزد. ولی پروردگار خود میگوید که دعا کنید ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت میکنم. پس وقتی که دعا کردید چرا اجابت نکند؟ حتمی دعا رو اجابت میکند پروردگار. چرا؟ به خاطری که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکند. پروردگار هر چیزی که گفت میکند. برای همین این شب رو غنیمت باید بداند انسان مسلمان و دعا کند. هر دعای هر چیزی که میخواهید. گفتم دو گروه رو، اونایی که معتاد هستن، اونایی که معتاد شدگی هستن، اون معتاد رو، یعنی چرا معتاد رو؟ چی به مواد مخدر باشد، چی بنگ باشد، چی اون تبلیت کوی نمیدونم که کریستالی و که چند نمود و بلا و بتر زهر و قاتل برآمدگی، زهر قاتل برآمدگی هست که نشان ندهد که بعضی از جوانان معتاد به اون شدگی هستن و یا که به نوشیدنی باشد معتاد باشد. یعنی یکی عاق پدر، یکی معتاد رو دعایش قبول نمی شود. عاق پدر مادر یا اینکه معتاد. چرا؟ به خاطر که این هم به نهایت بی‌رحم است و اون هم که باشد تکیه و توکل و امید و راحت و حلاوت و لذت، همه اش رو همون مواد مخدر باشد یا هر بلایی که باشد، هر زهر قاتلی که باشد، یعنی همه اش رو همون میداند. برای همین پروردگار میگه من از تو بیزار هستم، مادامی که تو یعنی خود رو معتاد، خود رو گرفتار به یک چیزی، به یک زهری، به یک نابود کننده، به یک نیست کننده. ولی این جسم جان، این حلال و پاکیزه رو وقتی که برای تو دادم میگوید این رو ضایع کردی، خیانت کردی، دعایت رو قبول نمیکنم. تو دیگه نه آدمگریت ماندگی است، نه انسانگریت ماندگی است، نه تو با من کاری داری. یعنی تو تنها به همون چیزی که معتاد شدگی به اون رفتگی هستی. برای همین دعایت قبول نیست. خدا نشان ندهد چه خطرناک است. این یک مسئله. دوم این شخصیتایی که دعایشون قبول نمیشد، عاق پدر مادر. حالا این عاق پدر مادر رو میگه که تو انسان یک بار فکر کن که همین یک خوردگ یک گوشپاره بدی، اگر همین پدر و مادرت اگر نظر اهمیت نمیدادن تو هلاک میشدی. همین پدر و مادر بدن که با هزار نوازش و با هزار امید و آرزو تو رو کلان کردند و به وای رسانیدند. تو حالا بزرگ توانمند شدی، یعنی نان و نمک همین پدرت قدر نمیکنی. باید که انسان نان نمک رو قدر کند، خدمت رو قدر کند، نعمت رو قدر کند، همه رو شکر بگوید. برای همین دعای اون هم قبول نیست. و دعای گروهی دیگری که معلق میماند قبولش نمیکند، میگوید صبر کنید، اینا دعای اینا قبول نیست. دو مسلمانی که آشتی قهری باشن که آشتی نکردن تا این شب، تا شب قدر، دو نفری قهری رو پروردگار دعا و طاعت عبادتشون رو معلق میماند، میستد کی که به خود بیاین، کی که اونو آشتی کنن. چی زن شوهر باشن، چی اکا و دودر باشن، چی اپا و خواهر باشن، چی عمه و خاله و دوست و رفیق و همکار و همسایه باشن. وقتی که اینا قهری هستن، پروردگار میگه طاعت عبادت توبه و تضرع اینا رو ملائکه رو امر میکند که معلق بگذارید، بمونید هر وقت تا که اینا آشتی کردن، پس طاعت عبادت دعاهای اینا رو من قبول میکنم. تو اگر آشتی نکنن پروردگار قبولشون نمیکنه. برای همین بسیار یعنی این مسئله جدی هست. مبادا شیطان غافلگیر نکند از این روزا، از این شبایی. بسا بزرگ محروم نمانیم.